وقتی یک چیز ناسنجیده از زبان ما میبره، حرف ناسنجیده که زبان ما اند کنترل خود ندارم، آرایش نکردیم و پاکیزگی کلماتی که صادر میکنیم به او توجه نکردیم، عنایت نورزیدیم، وقتی یک حرف ناسزا میبره، یک حرف نامطلوب میبره، این حرف اثر تولید میکنه، دل یک کس را میشکنه، چنانچه که شیشه میشکنه، ظرف قلب یک انسان میشکنه، پس دوباره او ظرف جور کردن بسیار زمان میبره، بسیار هزینه میبره، حتی بعضا ناممکن است. به این لحاظ دیگه روابط بین انسان ها در جامعه که تیر میشه، تار میشه، شکست ایجاد میشه، شکرنجی ها ایجاد میشه، همه از عدم توجه و از عدم عنایت به یعنی کلماتی که صادر میشه یا در مجموع که بگیم به آرایش شخصیتی و زندگی ما هست. چنانچه که یک عارفی که میگه دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است. وقتی دل یک انسان بشکنه خرسند کردنش مشکل است. دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است. شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است. کوه ناهموار را هموار کردن سخت نیست. حرف ناهموار را هموار کردن مشکل است.